فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. سوال بعدی بیننده این است که چرا قرآن کریم را به ترتیب نزول سوره ها ننوشتن؟ قرآن کریم یعنی در مجموع از آغاز نزول قرآن کریم تا به پایان مسلسلا اکثریت سوره ها مخصوصا سوره هایی که کمی طولانی بودن طوری کامل و یک جا نازل نشده. مثلا اولین وحی که به پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم نازل شد پنج آیت اول سوره اقرأ بسم ربک الذی خلق، سوره العلق هست، 5 آیت اول. باقی آیت هایش در جریان های بعدی نازل شده، اما طبق آنچه که در لوح المحفوظ یادداشت بود و نزد الله تبارک و تعالی محفوظ بود به پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم ارشاد میشد تا که به کاتبان وحی بگویند این آیت که نازل شده مربوط فلان سوره قبل از فلان آیت و یا بعد از فلان آیت هست. با این سوره به پایان میرسه و با این سوره آغاز میشه. تمام این با وجود تفاوتی بسیار زیاده در وقت نزول آیات متعدد یک سوره بود، اما با فرمان الله تبارک تعالی و راهنمایی که به واسطه جبرئیل علیه السلام با پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم القا شد، ترتیب ای به همون گونه که در اصل و انه فی ام الکتاب لدینا لعلی که الله تبارک تعالی قرآن کریم در لوح المحفوظ در کتاب اصلی محفوظ هست، به همون شکلی که اونجا محفوظ بود پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم راهنمود شد که باید ترتیب بگیره. و حتی راجع به عثمان رضی الله تعالی عنه، امیر المؤمنین عثمان بن عفان رضی الله تعالی عنه، داماد رسول الله صلی الله علیه و آله بالای 2 دخترشان و خلیفه سوم مسلمان ها که جامعه قرآن کریم هست و جامعه امت بالای یک مصحف منظم و مرتب. اونها پرسیده شدند که چرا در آغاز سوره توبه بسم الله الرحمن الرحیم ننوشته؟ گفتن که ما از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم وقتی که سوره آغاز میشد به کاتبین وحی ارشاد بود که یا ارشاد میدادن پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم راهنمایی میکردن که باید بسم الله الرحمن الرحیم در آغاز سوره نوشته شود. و در اینجا از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم ما چیزی نشنیدیم که آیت مستقل بسم الله امری بسم الله الرحمن الرحیم نوشتن داده باشند، لذا در اینجا بسم الله الرحمن الرحیم نوشته نشد. و این هم به سوره قبلی که سوره انفال بود ملحق ساخته نشد، چون نوع در تعلیمات پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم نوع اعتباری مستقله داشت. پس تمام این بنابر راجحه که نزد اهل علم هست، که بعضی ها میگویند که اجتهادی از صحابه کرام هست، اما ترتیب سوره ها اما بنابر راجحه که نزد اهل علم هست و روایات متعدد او را تأیید میکنه، قسمی که ترتیب آیات در داخل سوره ها بر اساس توقیفی و بر اساس وحی الهی است، همچنان ترتیب سوره ها هم در داخل مصحف توقیفی هست و قسمی که ارشاد پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بوده، صحابه کرام با امو پیش رفتن.